شما یک چیز را پرسیدنی هستم، آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همیدون به هر یک از مرده شوهای هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته؟ وقتی که همین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ وقتی کودک تولد می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسکا را میشکند، موی های سر اونها را پیشا و پسا را میبرند. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. السلام علیکم. حضرت داملا درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصانی مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادری مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد وی را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقلت تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مرده‌شوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگوید خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمی شود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کند، چه یک اولیای بزرگ بدند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند
هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند. حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدن، یک کمپیر آمدن نزد حاتم اصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اصم در آمدن، اصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اصم امین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که امین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینو شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد. دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کنه. بی نهایت یک مقدار نشستن. حاتم هم خواب بود، کمپیرم خواب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین. برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عمل مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون به مردم معامله کردند و همان گوش شنوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست. یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنند، چه کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداده است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادتی هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادتی هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته، چشم های ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد، انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم، باز میخواهم یک قصه اش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسن که
تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدتی می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیرو حاتم اصم باشیم، باید پیرو دوستان خدا باشیم، باید پیرو ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذاتی میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذاتی هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ویشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدن، گفتن ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتن، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کنه صوفی علیه را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد، دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دل من در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در صبح زبان در یاد، این چنین بندگی. دست در صبح زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست. میگن ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا
30 سال دیگر در شب معراج حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه، هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست، بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناه در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد، شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکی میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع، پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع، حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض، پیغمبر گفتن بعض سرش را می تراشد و بعض سری او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که یعنی در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آیسته آیسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادری مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین دخترتانه،
که سرتراش‌ها را میارین ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسکا را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها را شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهند، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همیدون به هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. همین را 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعت مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که از اونها استفاده کنید.